هفته خبر تو خبر داره براتون. از سر رفتن دیگ بحران‌ها در نظام به طوری که دیگه حلش مشکل شده. یعنی وضعیتی پیش اومده که این دایناسور جمعه بازارم پاک قاطی کرده و میگه مشکل در کشوره، حلش در مشکله. و به فرمایش رهبر عزیز انقلابمون کلید مشکل در کشوره، حلش در مشکله، نه در لوزان، نه در نیویورک، نه در مذاکرات، گرچه نقش داره ولیکن حلش در مشکله. وقتی بیانیه لوزان نوشته شد و جام زهر تا دم دهن عظما رفت، تیویری شروع کرد به تبلیغ و سوت و کف. اون زمان فقط دشمنای نظام بودن که این داستانو مسخره میکردن، اما زمان که گذشت و گند قضیه بالا اومد، حالا کار به جایی رسیده که خود تیویریش هم هسته ای رو داره دست میندازه. مهم اینه که الان هم حق غنیسازیمون به رسمیت شناخته شده، هم 6-7 هزار تا سانتریفیوژ داریم که میتونیم باهاش خیلی کارا بکنیم، مثل در که ماشین سانتریفیوژ یه ماشین آب میوه گیری هم یه نوع سانتریفیوژه. عجب، پس قدیما که میگفتن یه دختری توی زیرزمین خونشون غنیسازی میکرده منظورشون آب پرتقال بوده. آره، خانم دبیری چند وقت پیش با من تماس گرفت که آقای فلانی، ما در مدرسه‌مون یک دختر بچه 16 ساله کلاس سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک اومده میگه خانم دبیر من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم. اینطور که پیداست تیویریش هم به جای تبلیغ مذاکره تریبونش رو داده به دلواپسا که آموزش دور زدن تحریم بدن. خداییش این که خودمون با ظرفیت داخلی تحریما رو بپیچونیم راحت تره یا این که به امید آژانس بشینیم؟ قبل از قضایای یمن آخوندا دود و دم به راه انداخته بودن که آی ناوگروه داریم و اقتدار نظام رو بردیم به آبهای مدیترانه و این چیزا. اما بعد از ترکیدن بادکنک عظما حالا ناوگروه های نظام به دزدگیر تبدیل شدن. اونم چطوری؟ به سبک خالیبندی هالیوودی. اگر تونستی باورش کن. یک کشتی تجاری هنگ کنگی با کمک ناوگروه 34 دریایی ایران از دست دزدان دریایی نجات یافت. این کشتی هنگ کنگی از ناوگروه‌های آمریکا، ژاپن، چین و انگلیس تقاضای کمک کرده بود، اما آنها از کمک خودداری کردند. فاصله چقدر؟ فاصله 30. Vessel in position 130 degrees. این لنچ این کشتی که گفتم رسید. بچه‌ها سلاحاتون رو مسلح کنید، آماده. دزد و پلیس بازی آخوندا اون هم تو خلیج عدن همونقدر باورپذیره که پرواز این موتور سوارا. بعد از چپ و راست شدن جونورای بشار اسد تو سوریه و پیشروی ارتش آزاد، وزیر دفاع کتک خورده بشار اسد به دو رفت تهران تا به اربابش بگه به دادمون برسی که داریم به فنا میریم. التي اجريتها مع تا اخیراً اقدام به اوج بخشیدن به عملیات خود نموده‌اند و بایستی بررسی دقیقی در خصوص اقدامات و گام‌هایی که باید اتخاذ شود صورت بگیرد. جواب آخوندا به وزیر دفاع بشار اسد این بود که برو بابا حال نداری، فعلا وضع خودمون بیریختر از این حرف هاست. تو یمن و عراق و مذاکرات اساسی خوردیم به خنس.
آقای شمخانی گفت در حمله عربستان به یمن هیچ یک از اصول بین المللی و انسانی رعایت نشد. وی افزود گرچه ما تلاش کردیم پیش از این اتفاقات از شدت رقابت عربستان با خودمان بکاهیم و پیام‌های مثبتی به آنها دادیم، اما عربستان مجری نقشه‌های خبیثانه علیه مردم یمن و ایران شد. در یک کلام عظما میخواست بره بزنه منطقه رو صاف کنه، اما بیشتر تو سر خودش بود. این هفته آخوندا یه جشنواره فیلم بین المللی را انداختن که اولش اینجوری شروع شد. بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر یه شروع طوفانی داشت. من مطمئنم که این جشنواره موفق خواهد شد، برای اینکه ما برای امروز چون قرار بود در هوای آزاد باشه دعا می‌کردیم یک نسیمی بوزه، طوفان آمده، معلومه که دعای ما مستجابه. حالا این شما و این یک گزارش دست اول از موفقیت جشنواره بین المللی فیلم زجر. ما جشنواره فیلممون جشنواره بین المللی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه شما خودتون میدونید در تمام دنیا هر فیلمی ساخته بشه وارد یک جشنواره‌ای بشه اون فیلم نباید دستکاری بشه. ما خیلی از فیلم‌های مهم دنیا رو نمیتونیم نشون بدیم به دلیل حالا مسائل ارشادی. پس ما جشنواره ما در واقع اسم بین الملل رو با خودش داره ولی بین الملل نیست. از اون طرف هم مثلا ما میگیم مثلا پوز میدیم میگیم که نمیدونم از کشور فرانسه، نمیدونم آلمان، انگلیس، فلان، آمریکا فیلم اومد. شما خودتون میدونید فیلمسازای مهمشون به ما فیلم نمیدن، فقط به دلیل اینکه نمیتونیم فیلماشون نمایش بدیم. مثلا فرض کنید فلان فیلمساز الجزایری که مقیم فرانسه است به عنوان فیلمساز فرانسوی میاد اینجا، پس ما خودمون رو گول نزنیم. بله دیگه، وقتی سینمای مملکت بیفته دست یه مشت دزد شارلاتان همین میشه دیگه. مثلا بیاد 500 تومن وام بده شما میشه آدم خوبه؟ نه اتفاقا مثل دوران آقای شمقدری. آقای شمقدری به شما وام نداد، آقای شمقدری یک ریال نداد جلو خودشون اعلام کردن. اگر شما نه اینجا دروغ داره میگی. من چرا خودش اعلام کرد؟ خودش نداره. شما اگر رفتی آقای ایوبی رو رفتی سیاه کردی با یه سری رانکارای دهه 60 این بنده خدا رو گول زدی سه هنر تجربه گوشی، من که نمیتونی گول بزنی که. چون من که نمیتونم علمو رو بزنی، من که سیدیا هاشمی دیگری نیستم که عصبانی آقای فربخش عزیز، من نگرانی تو متوجهم. من شما رو از سال من هیچ نگرانی نیستم. ببین جای من خدا بهت ببین این مغلطه داره. این ببین اونی که میگم سینمای، ببین نمیخواستم این جمله رو بگم، اونی که میگم سینمای هنر و تجربه به مدیریت شما شارلاتانیسم همینه. شارلاتانی که شما ساختی، من نساختم. من رو شما ساختم. من شما ساختی. من شمایی، من نیستم که. من ساختم. تفکر شماست. میدونم یه کاراکتری باید باشه که بسازم. ببین کاراکتر شارلاتان رو بارکار یادش بخیر میگفت چی ادب مرد به دولت اوست. ببین گفتن به لقمان گفتن ادب است که تو گویا بی ادب. نه از خراب‌آباد فرهنگ بریم به ویران سرای اقتصاد و یک گزارش اقتصادی از میزان ایجاد اشتغال در نظام ولایت. این اولین باری نیست که یک مقام رسمی این جمله رو به کار میبره که دولت قبل شغل ایجاد کرد اما برای چینی ها. اما بنابر آمار رسمی ظاهراً در 2 سال اخیر آمار واردات از چین نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه 2 برابر هم شده. اگه همینجوری باشه تو این مدت ایجاد شغل برای چینی ها 2 برابر شده. بعد از سیلی که معلمای میهنمون به بناگوش عظما و شیخ فری زدن، حالا این دلقک خمینی با جیب پرپول و شکم گنده اومده تو تیویریش تا به معلما بگه به همین که هست بسازید. معلما قدر خودشونو بدونن. درست در گاهی حقوقشو کمه، گاهی کم و دیر تأخیر پرداخت میشه، گاهی و گاهی و گاهی، ولی قداست معلمی میارزه. معلمی شغل خوبیه. دکتر بهشتی چند سال قبل از انقلاب، حدود 40 سال پیش، زنگ زد میام خونتون یه کاری دارم هیچ کس هم نباشه. آمد منزل ما گفت اومدم هم به تو تبریک بگم چون تو در معلمی معلم قوی هستی، به شما تبریک میگم. هم اومدم خرجی تو بدم. چقدر خرجیده در ما؟ گفتم حالا چرا خرجی منو میخوای بدی؟ گفت چون نگرانم تو دست از تخت سیاه ورداری بری یه جای دیگه یه کار دیگه مشغول شی.
توی تخت سیاه و بچه‌ها رو رها نکن، این کلاسداری رو هر چی خرج ده من میدم، چون جای دیگه پولش زیاده. هر چی خرج ده من میدم که تو از تخت سیاه دست بر نده. این هم یک نسخه ولایی برای خونه دار شدن سریع ملت. آقا هر کی خونه میخواد بیاد پیش این معاون وزیر رهنمون بگیره. اگر یک خانواده متوسط 12 سال تمام درآمدش رو جمع کنه، هیچی خرج نکنه، میتونه صاحب خونه شه. به مردم که میرسه میگن 12 سال هیچی نخورید، اما خودشون خورتوم انداختن تو بانکا و حالا نکش کی بکش. یک بانکی مثلا در استان کرمان 625 مورد چک برآمد صادر شده در طول 5-6 سال. نه حراست فهمیده، نه بازرسی فهمیده، نه مدیر بانک استان فهمیده، نه مدیر بانک مرکز فهمیده، نه رئیس کل بانک مرکزی فهمیده، نه نظارت بانک مرکزی فهمیده. شوخیه؟ مگه میشه یه جرمی این همه تکرار بشه بعد مسئولین خبردار نشن؟ نوبتی هم که باشه نوبت سوتی هفته است. یه استادیوم رو با پول ملت ساختن تموم شده، بعد آخرش فهمیدن جای استادیوم کنار فرودگاه بوده و چراغاش کار هواپیماها رو مختل کرده. شاهکار مهندسی که توسط وزیر ورزش افتتاح شد. بزرگترین مجموعه ورزشی حال حاضر استان کهگیلو بویراحمد در حالی امروز با خوشحالی مردم و مسئولین گشایش یافت. ورزشگاه رو افتتاح کردن، بعد دیدن ای دل غافل درست افتاده کنار فرودگاه. دکل‌هایی هست برای روشنایی این استادیوم. هواپیما موقعی که میخواد بیاد بشینه این دکل‌ها مزاحمت ایجاد میکنه. خب حالا چه کار میشه کرد؟ اینو بایستی کارشناسان و متخصصین هم نظر بدم. ابتکار و خلاقیت تو تیوی ریش اساسی ترکونده. جدیدترین شیوه برای نشون ندادن ساز، نشستن روی ساز. یه روز یه مرد تنها و خسته گفت دیگه پاشو قصه بسته. گفتم چطور تو این وضعیت؟ گفت بی خیال بیا با من بخن از ته دل بلند اخماتو با کن با من بخن از ته دل بلند اخماتو با کن با من بخن. دیگلی دیگلی بو دیگلی دیگلی بو دیگلی دیگلی بو دیگلی دیگلی بو او این هم نمونه ای از برنامه‌های محتوایی تیوی ریش که هرچی گشتن موضوع پیدا نکردن، پیله کردن به هیکل مجری. ولکن قضیه هم نیستن. اینه من میگم بعضی میگیم لاغر کن، میگن بزرگ بشه لاغر میشه. ناکن بزرگ شد دکمه داره در میره. اینی که حواست باشه این خبران نیست که فکر کنی بزرگ بشه. دکمه داره در میره. عضو تیم ملی پرتاب دکمه هم. علی جان یه جور اونوری میشه دکمه به هر کی بخوره مرده. سیستم ادامه بده جذاب‌ترین آدمای دنیا توپلن. بعدم شما ورزش هم داشتیم با آقای معصومی صحبت می‌کردیم، میگفتیم این چه ورزشه؟ میگفت که عزیز من پیرهن من اسلیم فیته. من این اصطلاح رو الان حالیم شد. میگفتم این دکمه رو الان تو برنامه‌نویسیم یه لحظه نجاتش بده. دکمه اینجوری شد. دکمه اینجوری شد. این پیرهن اینجوری شد. هر اسلیم فیته. الان داده تو البته. الان ما معنی اسلیم فیت رو فهمیدیم. دستون درد نکنه استاد. خیلی لطف کردید. تو بخور. تو اذیت نکن خودتو. مهران گفتش دکمه داره کنده میشه میخوردی. اینجا هم همون مجریه رو آوردن، منتها این بار برای اینکه مسابقه پرتاب دکمه شروع نشه تصویرشو میبندن. آیه بنده راست شهریار حمزه‌ای از بافت کرمان. بوسه بر دست پدر اوج صفاست، بودنش در کنار ما لطف خداست. خانم یا آقای گلشنی از اندیمشک. بوسه بر دست پدر اوج صفاست، این صفا تا ابد پابرجاست. دست گلتون درد نکنه. در انتها توجه شما رو به هنرنمایی یک کوچولوی با استعداد جلب می‌کنیم که از الان تو آزمون تعادل نمره قبولی گرفته.